شربتگل زنی افغانی که چاپ عکس او در 12 سالگی روی مقاوه مجله نشنال جغرافیک به یک نماد ماندگار مبادل شده بود، بعد تقریبا 2 هفته بازداشت با 3 دختر و یک پسر خردسالش از پشاور به افغانستان برمیگردد. این خبر را حاجی شمشاد خان برادر شوهر شربتگل در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد و گفت که اسناد برای بازگشت آنها تکمیل شده است. در اول قرار بود شربتگل روز 7 نوامبر به افغانستان رود، اما به سبب بیماری پلیس پاکستان حضور او را تا روز چهارشنبه در یکی از شفاخانه‌های پشاور تمدید کرد. به خاطر بازگشت شربتگل و خانواده‌اش یک مراسم در افغانستان در نظر گرفته شده است که در آن رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی هم اشتراک می کند. مقامات افغانستان گفتند که برای اقامت شربتگل و خانواده‌اش در کابل یک حوله هم خواهند داد. شربتگل تقریبا 2 هفته پیش با اتهام تقلبی سندها در پاکستان بازداشت شد. مقامات محلی گفتند که این زن در ماه اپریل سال 2016 هم با نام شربت بیبی در شهر پشاور درخواست سند شناسایی پاکستانی کرده بود. در عکسی که روی سند شناسایی قلبکی او قرار دارد، می توان همان چشمان سبز رنگ شربتگل را دید که در عکس استیو مک‌کری در مجله نشنال جغرافیک چاپ شده بود، هرچند کمی پیرتر به نظر می رسد. عکس اصلی در سال 1984 در اردوگاه پناهندگان در شمال غربی شهر پشاور و در زمان اشغال افغانستان از سوی اتحاد شوروی گرفته شده است.